به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، تقریبا 12 روز می شود که شبکه قرآن دستور عمل انسان از بین رفته بود و الحمدلله امروز شبکه قرآن دستور عمل انسان باز چنانه که شما می بینید خود نوکک خود حاضر به کار در آمد. الحمدلله با فضل الله تعالی شبکه ما باز از نو زنده شد. الله تعالی در سوره هجر آیت 9 می فرماید، ترجمه معنا را می خوانم: همانا ما قرآن را خود نازل کرده ایم و قطعا خود نگهبانش هستیم. و در تفسیر طبری گفته شده است که ما قرآن را به محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده ایم و آن چیزی که در داخل قرآن است حفظ کرده شده است، نه کم و نه زیاد کرده می شود. همچنین دوستان عزیز، در سوره توبه آیت 51 نیز چنین آمده است: بگو ای پیامبر، برای این منافقان مصیبت به ما هرگز نخواهد رسید جز آنچه را الله برای ما در لوح محفوظ نوشته است. او تعالی سرپرست ماست و مؤمنان باید که بر الله توکل کنند. و دوستان عزیز، یک بار دیگر برای هر یک از شما که این لحظه ها ما را تماشا میکنید مبارک باشد میگویم. واقعا با فضل الله تعالی ما توانستیم که باز دوباره شبکه را زنده کنیم و انشاءالله اکنون آن نوارهایی که پیشتر در شبکه ما بود آن را آهسته آهسته پیشکش شما خواهیم کرد و این خوش خبر را می توانید به نزدیکان خودتان، به آنهایی که شما دوست می دارید حتما رسانید و نوار را پهن کنید. آنهایی که خواستند به شبکه ما ضرر بیاورند، آنهایی که خواستند شکسته کنند، امروز ناکام گشتند و چنانی که در بالا شما شنیدید الله تعالی خودش کتابش را حفظ می کند و شبکه ما این شبکه ترجمه معنای قرآن به زبان تاجیکی بود و نوارهای دیگر نیز داشتیم که قرآن کریم و همچنین حدیث های صحیح را در بر داشت و انشاءالله ما در آینده نیز کوشش میکنیم بهترین نوارها را برایتان پیشکش نماییم. تا با خوری های دیگر الله تعالی شما را حفظ کند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.